امروز وکیلان مجلس نمایندگان پالاتای پایانی پارلمانی تاجیکستان طرح قانون درباره عهدهداری حربی و خدمت حربی را تصویب کردند و بر اساس لایحه نو سه تغییرات در روند سفربرکنی جوانان به صف قواهای مسلح وارد کرده می شود. همساله همگی 10% جوانان سین خدمت حربی به صف ارتش جلب کرده می شوند و شیرعلی میرزا وزیر دفاع تاجیکستان ضمن معرفی طرح قانونی نو گفت که آن نفرانی که از این هیئت بیرون ماندند می توانند با پرداخت مبلغ معین و گذاشتن خدمت حربی یک ماه صاحب بلیط حربی شوند و به صف سربازان احتیاطی کشور وارد کرده شوند. حجم مبلغ و طرز پرداخت آن را حکومت تاجیکستان باید معین کند. قبلا برخی از سازمان‌های جمعیتی و حامیان حقوق انسان که در این سمت فعالیت می‌کنند پیشنهاد کرده بودند که مهلت خدمت حربی از 2 سال کوتاه‌تر کرده شود، یعنی با مدت 18 ماه و یا 12 ماه کوتاه کرده شود. اما شیرعلی میرزا ضمن معرفی طرح قانون نو شرح داد که چرا مهلت خدمت حربی کوتاه کردن نشد. با تذکر داد که در شرایط امروزه تا 18 ماه یا 12 ماه کم کردن مهلت خدمت حربی حتمی مهلت نو از لحاظ نگاه داشتن سطح بلند آماده باشی جنگی و امیدهای اقتصادی با مقصد موافق نمی باشد. اینچنین تا 18 ماه کم کردن مهلت خدمتی حربی با نظر داشت خصوصیت تامینات تعقیب‌گویی، مهلت‌های استفاده سر لباس و دیگر امور شایع تا 30% خراجات‌ها را زیاد می‌نماید. تغییرات دوم در قانون نو این است که آن دانشجویانی که در کافدراهای حربی دانشگاه‌های عالی تاجیکستان تحصیل کردند اکنون یک بار صاحب رتبه حربی نمی‌شوند و برای به دست آوردن رتبه افسری باید 1 سال دیگر خدمت حربی را در صف قواهای مسلح انجام بدهند. مطابق ماده 41 لایحه پیشنهاد شده 3 نمود اساسی خدمت حربی حتمی مهلتناک، خدمت حربی اختیاری و خدمت حربی در هیئت ذخیره‌های دعوت سفربری در وظیفه‌های سربازان پیش بینی می‌گردد. تغییرات سوم در قانون نو این است که هر نفری که می‌خواهد در نهادهای حفظی حقوق و قدرتی تاجیکستان از قبیل مقامات پروکراتور، سود، آژانسی ضد فساد و خدمات اجرا و گمرک به کار درآید باید خدمت حربی را انجام داده باشد. طبق نقشه‌های مدافع دولت و سفربری مقامات‌های ذکر شده در دوره تهدید خطر جنگ یا حالت جنگ باید به تشکیل و تامین مدافع دولت و گذراندن چهاربینای سفربری وظیفه‌های مشخص داشته باید کارمندان آنها دانش عمومی حربی و مهارت ملکه جنگی داشته باشند. در جلسه امروزه پارلمان هدف از این تغییرات ها را بهتر کردن دعوت جوانان به صف قواهای مسلح، بهتر کردن صفت خدمت حربی و همچنین بیشتر کردن صف سربازان احتیاطی عنوان کردند. قبول طرح این قانون در حال است که دلربا صمد و حامی حقوق تاجیک با این باور است که آزاد شدن از خدمت به عوض مبلغ میتواند به قدرت ارتش آسیب رساند. از سوی دیگر با گفته او با این شیوه تنها جوانان از عائله‌های کم بضاعت به خدمت جلب خواهند شد که یک نوع تبعیض است. وی میگوید حالا معلوم نیست که قانون چگونه تطبیق می شود. یک نظرپرسی ما در کوچه های شهر دوشنبه نشان داد که ساکنان درباره تغییر قانون درباره عهدهداری حربی و خدمت حربی نظرهای گوناگون دارند. اون خطر که میره شما میزنی میون درمان میره دکیم که میتیش همون چه 2 سال چه میره خدمت میکنی میخزی میای خونه. آن چیزی که قانون قبول کرده چیز قانون قبول کرد از روی هم قانون عمل کردن نکرد، تمام دیگر یگان ویش نیست. شرایط نامناسب، بدرفتاری با سربازان و مرگ جوانان در قسم‌های حربی از سبب‌های اصلی سرکشی جوانان از خدمت در ارتش تاجیکستان گفته می‌شود. وزیر دفاع تاجیکستان شیرعلی میرزا هم در جلسه روز 20 ینور پارلمان جای داشتن بدرفتاری در ارتش را رد نکرد، اما گفت که این پدیده نسبت سال‌های گذشته چند مراتب کمتر شده است. در حقیقت پرابلم جدی است، جای دارد. روابط وزارت همه چرا دیده است که همه حالتایی که شما گفتین معامله غیر بین سربازان دیگه پرابلمی که در بین هیئت شخصی است از بین برد. حالا که در چرا اندیشه شده مرحله بر مرحله نتیجه داده است. سطح جنایتکاری و قانون‌وری که در بین هیئت شخصی در سال 2020 نسبت به سال 2015-16 2-3 مرتبه کم شده است. همساله در تاجیکستان 2 موسم دعوت جوانان به صف قواهای مسلح در بهار و تیر ماه برگزار می شود و ضمن این موسم ها شکایت ها از جلب مجبوری جوانان به صف قواهای مسلح یا
ба истилоъ абла ва ё сарбозшикор зиёд садо медиҳад. амриддин олимов, али шерзарифӣ, радиои озодӣ, душанбе.